الرحمن الرحیم. خوش آمدید به درس 16 ملکیت های ترکیبی. زمانی که در دو اسم، وقتی که اسم اولی اسم دومی را توصیف میکنه، در اسم دومی یک پسوندی اضافه میشه که به نام ملکیت های ترکیبی یاد میشه. چندان مثال با هم دیگه میبینیم. دیش فرچسه یعنی برسی دندان، ال بگاژه بیک دستی، یتک اودسه اتاق خواب، الما آجه درختی سیب، یوزمه حوزو حوزی آب بازی. و دو نکته در مورد ملکیت های ترکیبی وجود داره که اینجا براتون یادآوری میکنیم و شما باید بلد باشین. خب زمانی که در یک جمله چندین اجزا استفاده میشه مثل اسم، صفت و غیره، فقط اسم آخری پسوند ملکیت ترکیبی را به خود میگیره، پسوند ملکیت را به خود میگیره. مثلا در این مثال کوچوک یشیل بیر باحچه کاپسه، یک دروازه کوچک سبز باغ. فقط کاپسه یعنی دروازه در اینجا پسوند ملکیتی را به خود گرفته. خب این از نکته اول. و در نکته دوم، زمانی که در یک ملکیت ترکیبی از پسوندهای شخصی اضافه شوه، در اون صورت پسوند ملکیتی حذف میشه. مثلا ال بگاژن ایرما، آیا بیک دستی تو سنگین است. در این صورت شما میبینید که در ال بگاژن بجای ال بگاژه ال بگاژن اضافه شده که پسوند ملکیتی ترکیبی را حذف کرده در این جمله. و خب دوستای عزیزی بود از درس 16 هم که با هم دیگه یاد گرفتیم. لطفاً لایک، شیر و سابسکرایب یادتان نره و در کامنت ها هم نظریاتتان را بگوین که چگونه است، آیا همین سبک تدریس خوب است یا نه. حتما نظراتتان را در کامنت ها برای من بنویسین.